هفته خبر تو خبر داره براتون از مقام عظمایی که نظام جرواجرش رو دو دستی چسبیده و با روزخونی برای بانت‌های مختلف تلاش میکنه تا نظامش زیر فشارهای داخلی و خارجی از هم نپاشه. یه مسئله هم مسئله وحدت و همبستگی است. نگذاریم از بین بره. این اختلافاتی که گاهی بروز میکنه بین مسئولین که به سطح رسانه ها هم کشیده میشه بی خود، بی مورد، بی فایده، این ضربه میزنه به اتحاد ملی. یه عده قوه مجریه رو متهم بکنن، یه عده از اون طرف قوه مقننه رو متهم بکنن، یه عده قوه قضاییه رو متهم بکنن، تقصیرها رو گردن هم بیاندازن. این جزو کارهای بسیار مضره. نه، یه مشکلاتی وجود داره باید حل کرد و میتونیم هم حل کنیم. اما همین مشکلات لاینحل داخلی و خارجی طوری وضع نظام رو به هم ریخته که دیگه کسی نمیتونه جلوی بیرون ریختن اختلافات رو بگیره. در شرایطش آقای رنجبران واقعا تحریم، تهدید، ما رو تحت فشار روی روان رسانی قرار دادن. عقلا میان اختلاف میکنن یا همافزایی میکنن. هسته‌ای بهانه است. اصل نظام، کانون انقلاب رو نشانه رفتن. ما جفا نیست بیام اختلاف کنیم، هر کدوم به یک طرف نگاه کنیم. این به هم زدن ها، این تند روی ها، این تند خویی ها، لجبازی ها از کجا اومد؟ این از اسلامه. اما انتر از خط خارج شده عظما کاری به این حرفا نداره و هر وقت تریبونی گیر بیاره یه لگد نثار باند سیدعلی میکنه. ولی از داخل نیز فشار نیاورد. نباید جبهه علیه دولت در داخل باز شود. معلوم است که برخی بی‌توجهی‌های داخلی بیش از فشارهای خارجی دولت و به تبع آن محیط اجتماعی را تحت تأثیر قرار می‌دهد. بله، به نظر میرسه که احمدی نژاد پرروتر از این حرفاست و هر بار یه نوکی به دم ولی فقیهش میزنه. در نتیجه جنگ و دعواهای جناح‌های درون نظام خیلی از مقامات روانی شدن و خودشون هم اون رو به زبون میارن. با این کارا نمیتونیم حلش بکنیم، فقط مسئله رو میپوشونیم، صورت مسئله رو میخوایم پاک کنیم، یه جای دیگه این سر باز میکنه و به یک معنا ما همه روان رنجوریم، به یک معنا همه روانی هستیم، همه روانی هستیم به یک معنا و روانی شدیم تو زندگی که دیگه هدفی براش قائل نیستیم، سرمون می‌ریزیم پایین تا به هدف زندگی فکر نکنیم. به این معنا اصلا آدم غیر روانی ما کم داریم. مثلا میریم تو اتاق در میبندم، خودم درو بستم، باز دوباره میگم، دوباره یه بار دیگه اینجوری میگم، این خودش یک جور روانی بودن دیگه. اصلا به این معنا که ما آدم غیر روانی خیلی کم داریم. هر کس با اضطراب داره زندگی میکنه به یه معنا روانیه. منتها این روانی پیش روانشناسای موجود معهود در دنیا حل نمیشه، چون خود روانشناسامون هم روانیان. بسیاری از خود روانشناسان و روان درمانای هم مثل خود ما روانیان. تحریم نفتی سیدعلی که روزهای اول قرار بود چیز جدیدی نباشه و حتی یه فرصت باشه، بعد از مدت کوتاهی داد مقامات نظام از جمله آقا محمود رو در آورده، طوری که مجبور شد از رتبه اول پرروهای دنیا کوتاه بیاد. همون مایحتاج خودشون رو ابزار قرار بدن فشار بیارن. این خیلی پررویی میخواد. البته اینا اصلا در پررویی اول هست. یعنی همین پرروهای تاریخ رو ما قطار بکنیم، اینایی که امروز ما میبینیم اینا در خط مقدمه نمره 20 رو میگیرن توی پررویی. البته اگه بحث پررویی و وقاحت باشه، 1 تا 1000ش تو همین نظام پیدا میشه. مثلا یکیش همین خروس بیتاج ولایته که در رابطه با علت گرونی مرغ
اینطوری قوقولی قوقو میکنه و عاملان حکومتی رو در میبره. خب آج آقا من یه سوال بپرسم. آخه این همه بدبخت بیچاره تو این گرونی که خیلی از اتفاقاتشون شده یک واقعا آرزو، خب یه مرغ شده آرزو، نمیدونم گوش شده آرزو، تعارف که با هم نداریم، تو این بدبختی و بیچارگی یه نون سوال دیگه. نه شما میگین یه نون ندارن برای سحرشون بخورن، کجا رزق و روزی؟ برای من علی ضیایی که خانواده‌ام شاید پولدار باشن گذاشتن ایکس عزیزم. من تو مثالم میخوام اون توبه رو اول سخت نکنیم، حالا سر مرغم خواستی بریم ببین تو باید یه اقتصاددان بشونی اینجا. تقصیر مثلا فرض کنید ممکنه یه مسئولی یه گوشه‌ای بله یه جایی حواسش نبوده یه خطایی کرده، مثلا مرغ بالا و پایین شده، او رو با او صحبت کن. شما جوانی حق داری که بالاخره یه خورد، ولی ببین اگه عمر منو داشتی میدونستی بپرس هر سال دم ماه رمضان که میشه یا مرغ گرون میشه یا گوش گرون میشه، یه خبری میشه یه عده که اینجور کاسبی دارن از یه راه کار خودشونو میکنن. از بچگی من تا یعنی احتکار میکنن. ببین من نمیخوام وارد تحلیل بشم. در حالی که مردم برای گرفتن شماره مرغ باید 100 تا تو صف وایسن، اینجا صف مرغ نیست، صف شماره مرغه. تو روا تا ته صف هم هست. درم بستن دیگه، ما نمیتونیم بریم بیرون. حالا یه آخوند جانی مثل این ری شهری پیدا شده که زده رو دست همپالگیاش و تقصیر همه گرونی ها رو اینطوری به مردم برمیگردونه. عواملی که موجب مشت اقتصادی در جامعه می شود از نظر قرآن این است که مردم گناه کنند. گناه مردم سبب می شود که از نظر مادی در فشار قرار بگیرند و استغفار و طلب مغفرت سبب می شود که انسان گشایش در زندگی اقتصادی فردی و اجتماعی پیدا بشه. حتی این گربه زبون بسته هم از شنیدن این پرت و پله ها از کوره در رفت و میخواست حالشو بگیره.